ماجرا در جشنی که به افتخار یکی از 2-3 درجه‌دار شناخته شده ارتش انگلیسی در عصر خودشان ترتیب داده شده بود، اتفاق افتاد. بنا به دلایلی که به زودی مشخص خواهد شد، نام واقعی و لقبش را آشکار نمی‌کنم و سپهبد لرد آرتور اسکورسبی سی کاف سین ب و فلان صدا میزنمش. آخه اسامی آدم‌های مشهور چه جذابیتی برای مردم دارد؟ مردی که به یکباره در میدانی از میدانهای جنگ کریمه به اوج شهرت رسید و همواره مشهور میماند و از 30 سال قبل نامش را بارها و بارها شنیده‌ام، حی و حاضر آنجا نشسته بود. وارسیش کردم. به آرامش، توداری، جذبه صورت، صداقتی که در وجودش بود، ناآگاهی از بزرگی ذاتیش، ناآگاهی از صدها نگاه تحسین برانگیز، عمیق، دوست داشتنی و بی‌پیرایه‌ای که به او دوخته شده بود دقت می‌کردم. کشیشی که سمت چپم نشسته بود آشنای قدیمیم بود که البته الان کشیش است و نیمه اول زندگیش را در پادگان و میدان جنگ و معلمی در مدرسه نظامی در وولویچ گذرانده بود. درست زمانی که داشتم راجع به نور مخفی و منحصر به فردی که از چشمان اسکورسبی گسیل میشد صحبت می‌کردم، کشیش خم شد و با اطمینان خاطر با اشاره به قهرمان ضیافت در گوشم زمزمه کرد: بین خودمون بمونه، منتها اسکورسبی لعبتکی تمام عیاره. از تعجب شاخ درآوردم. اگر بحث درباره ناپلئون، سقراط یا سلیمان بود، اینقدر حیرت زده نمی شدم. از 2 چیز خبر داشتم. اول اینکه جناب کشیش درباره صداقت نظر سختگیرانه‌ای داشت و دوم اینکه آدم‌ها را خوب قضاوت می‌کند و بدون شک فهمیدم تمام دنیا راجع به این قهرمان اشتباه می‌کنند. اسکورسبی لعبتک است. بنابراین می‌خواستم در وقتی مناسب بفهمم که جناب کشیش چطور تک و تنها پرده از این راز برداشته. چند روز بعدش فرصتی دست داد و کشیش اینها را به من گفت. حدوداً 40 سال پیش در مدرسه نظامی در وولویچ معلمی می‌کردم و وقتی که اسکورسبی جوان آزمون‌های مقدماتیش را می‌گذراند حضور داشتم. از اینکه می‌دیدم بچه‌ها خیلی راحت و خوب به سوالات پاسخ می‌دادند و او چیزی بلد نبود که بگوید، متأثر می‌شدم و برایش احساس ترحم می‌کردم. واضح بود که جوان خوب، دوست داشتنی، محبوب و صادقی است. پس شدیداً رنج‌آور بود که می‌دیدم مثل یک مجسمه یک جا می‌ایستد و جوابهایی می‌دهد که نشان از کندذهنی و جهالتش بود. خیلی دلم برایش می‌سوخت. به دل گفتم وقتی دوباره ازش امتحان بگیرند حتماً رد می‌شود. پس اینکه کاری کنم تا بی درد سرتر رد شود کاری است بس خیرخواهانه و ضرری هم به کسی نمی‌رسد. به گوشه‌ای کشیدمش و متوجه شدم اندکی راجع به تاریخ سزار می‌داند و از آنجایی که چیز دیگری نمی‌دانست، سوالات خاصی راجع به سزار را که می‌دانستم به کار می‌آیند، مثل غلامی پاروزن تعلیمش دادم. باور می‌کنی که امتحان را با موفقیت کامل گذراند؟ فقط چند سوالی حفظ کرده بود و در آزمون قبول شد و سایرین کلی چه و به به گفتند. و در عین حال افرادی بودند که 1000 برابر او می‌دانستند، اما رد شدند. با چند اتفاق شانسی عجیب، اتفاقی که احتمالاً قرنی 2 بار هم رخ نمی‌دهد، هیچ سوالی خارج از محدوده خوانده‌هایش از او نشد. حیرت آور بود. در تمام دوره آموزگاریم با حسی مثل احساسی که مادر به فرزند علیلش دارد کنارش بودم و همیشه گویی با معجزه خودش را از معرکه می‌رهانید. فقط ریاضیات بود که دستش را رو می‌کرد و دخلش را می‌آورد. تصمیم گرفتم جان کندنش را راحت تر کنم. پس سوالاتی که احتمال بیشتری داشت طراحان سوال استفاده ایشان کنند یادش دادم و بعدش به دست سرنوشت سپردمش. خب آقا، حدس بزن بعدش چه اتفاقی رخ داد. در کمال بهت و حیرتم نفر اول شد و مورد تحسین و ستایش همه قرار گرفت. خواب 7 روز آزگار خواب به چشمانم نیامد. وجدانم روز و شب عذابم میداد. فقط محض رضای خدا کاری کرده بودم که جوان بیچاره راحت تر رد بشود و هرگز خوابش را هم نمیدیدم که چنین نتایج نامعقولی به دست بیاید. به اندازه فرانکشتاین احساس گناه و درماندگی می کردم. کودنی را در مسیر ترفیه‌های درخشان و وظایف شگفت‌آوری قرار داده بودم. منتها ممکن بود اتفاقی رخ دهد. در اولین فرصت او و وظایفش با هم نابود می شوند. جنگ کریمه به تازگی تمام شده بود.
به دل گفتم بدون شک صلح و آرامش پابرجا نخواهد ماند و جنگی در راه است. نمیتوانیم در صلح و صفا باشیم و پیش از اینکه دست این کودن رو شود شانس مردن را به او بدهیم. پس منتظر آن حادثه‌ای بودم که همچون زلزله همه چیز را زیر و رو می‌کند. حادثه رخ داد و حسابی گیجم کرد. اعلام شد که اسکورسبی فرمانده گردان پیاده نظام است. افراد شایسته‌تر پیش از رسیدن به چنین مقامی باید در ارتشان استخوان خرد کنند تا به چنین مقامی نائل شوند. چه کسی فکرش را می‌کرد که چنین بار مسئولیتی را بر دوش این جوان خام و بی‌پشتوانه بگذارند؟ حتی نمی‌توانستم باور کنم که شیپور به دستش بدهند، چه برسد به منصب فرماندهی. فکرش را بکن. خیال کردم دارم خرفت می‌شوم. فکر می‌کنی چه کردم؟ منی که آرامش و سکون را بسیار دوست می‌داشتم، به دل گفتم از این بابت نسبت به وطنم مسئولم و بایستی قدمی از قدم بردارم و تا جایی ممکن کشور را در برابر اسکورسبی حفظ کنم. این شد که چندرغاز سرمایه‌ای که پس از سالها کار و خسیس بازی پس‌انداز کرده بودم برداشت کردم. با آه و حسرت پرچم سوار نظام گردان را خریدم و با هم به میدان رفتیم. خیلی بد بود. اشتباهات احمقانه؟ بر همه کارهایش برچسب اشتباهات احمقانه چسبیده بود. اما هیچ کس از راز این بابا خبر نداشت. همه در موردش به اشتباه افتاده بودند و هر بار عملکردش را به اشتباه تعبیر می‌کردند و نتیجتاً اشتباهات احمقانه اش را به پای نبوغش می‌گذاشتند. واقعاً هم همینطور بود. پیش پا افتاده ترین اشتباهاتش هم برای اینکه شخص عاقلی را به گریه بیاندازد کافی بود و این دستکارهایشان اشکم را در می‌آورد. و در خلوت خودم وقتی که به آن فکر می‌کردم علاوه بر گریه کردن هم از کوره در می‌رفتم و هم مثل دیوانه‌ها داد و فریاد می‌زدم. موردی که همیشه عرق ترس را بر پیشانیم جاری می‌کرد این حقیقت بود که هر اشتباه تازه‌اش او را در چشم همگان مشهورتر می‌کرد. به دل می‌گفتم آنقدر شهرتش بالا می‌رود که وقتی دستش رو شود از عرش به فرش می‌آید. چون بالادستی‌هایش یکی پس از دیگری کشته می‌شدند، درجه و منصبشان بود که پشت سر هم به او می‌رسید تا اینکه در آخر در حساس‌ترین لحظه جنگ که سرهنگمان کشته شد دلم هوری ریخت پایین، چرا که پس از او متاسفانه اسکورسبی ارشدمان بود. آن موقع به همین دلیل به دل گفتم بی برو برگرد 10 دقیقه نشده همه امان را به درک اسفل می‌فرستد. جنگ بسیار حساس شده بود. متحدینمان پشت سر هم عقب نشینی می‌کردند. گردان ما در موقعیتی استراتژیک مستقر شده بود و یک اشتباه نابودی کل گردان را حاصل می‌شد. در چنین لحظه‌ای بحرانی این ابله بالفطره گردان را از موقعیتی که داشت جدا کرد و دستور حمله به تپه مجاور را داد که هیچ نشانی از دشمن نبود. با خود گفتم دیگر کارمان تمام است. یک سره می رفتیم و پیش از اینکه حرکت احمقانه من لو برود و متوقفمان کنند به دامنه تپه رسیدیم. به نظرت چه دیدیم؟ کل لشکر از همه جا بیخبر ذخیره روسیه. به نظرت چه اتفاقی رخ داد؟ ناکارمان کردند؟ قطعاً در 99% مواقع همچین اتفاقی رخ می دهد. اما روس‌ها فکرش را هم نمی کردند که گردانی بتواند به تنهایی در چنین وقتی در بحبوحه جنگ آنجا بیاید. فقط همه ارتش انگلیس است که می تواند به آنجا برسد و این گونه بود که حقه زیرکانه روس‌ها لو رفت و دفع خطر شد و دمشان را گذاشتن روی کولشان و سراسیمه از تپه پایین آمدند و به سمت میدان جنگ رفتند. با دستپاچگی بسیاری دنبالشان کردیم. روس‌ها خودشان نظم سپاهشان را در هم شکستند و نابودش کردند. در وقتی کم و در وحشتناکترین جنگی که به عمر ممکن است ببینی، شکست متحدین به پیروزی بزرگ و با شکوه بدل شد. مارشال کانروبرت که از حیرت، تحسین و شادی گیج میزد، مستقیم به سمت اسکورسبی رفت. به آغوش کشیدش و در حضور همه ارتش به او مدال افتخار داد. به نظرت این بار اشتباه اسکورسبی در چه بود؟ فقط دست چپ و راستش را اشتباه گرفته بود. همین. به او دستور داده بودند که عقب بیاید و جناح راستمان را حمایت کند، ولی تمام مسیر را خلاف دستوری که رسیده بود رفت. منتها شهرتی که اسکورسبی آن روز به عنوان نابغه خارق‌العاده نظامی به دست آورد، دنیا را فرا گرفت و نامش تا همیشه بر زبانها جاری است.
اسکورسبی آدمی است خوب و دوست داشتنی و بی‌ریا، منتها آنقدری نمی‌داند که هنگام بارش باران باید بیاید داخل تا خیس نشود. نظرم درباره ابله بودنش کاملا درست است. اسکورسبی کودن‌ترین فرد دنیاست و تا نیم ساعت قبل غیر از من و خودش کسی این موضوع را نمی‌دانست. روز به روز و سال به سال شانس شگفت‌آور و حیرت برانگیزش همراهش است. او برای یک نسل سرباز درخشانی در همه میدانهای جنگ بوده و کل زندگیش را با اشتباهاتش سپری کرده. با این وجود اشتباهی نیست که مرتکبش نشده باشد و القابی چون شوالیه، بارونت، لرد و یا مقامی این چنینی بارش نکرده باشند. به سینه‌اش نگاه کن. فقط لباسهای وطنی بر تن و مدالهای افتخار خارجی بر سینه دارد. خب آقا، هر کدام از این مدالها گواهی از چند خریت بزرگ یا چیزی از این دست است که همه‌شان گواهی است که بهترین اتفاقی که برای یک مرد میتواند رخ دهد خوششانس زاده شدنش است. همانطور که در جشن هم گفتم، باز هم تکرار میکنم. اسکورسبی لعبتکی تمام عیار است.